اصغر اولین قاتل سریالی ایران که این عنوان را از پدر و پدربزرگ خود به ارث برد. بچه ها همونطوری که قولش رو بهتون دادم، اه، گفتم میریم سراغ قاتل سریالی هایی که تو خیلی زمان قدیم بودن، بریم بررسی کنیم ببینیم اینا رو چجوری دستگیر کردن تو اون زمانی که هیچ چیزی نبوده، چجوری قتل میکردن و خیلی چیزهای دیگه که میرسیم به پرونده اصغر قاتل. خب میریم سراغ اصغر قاتل که تو 1272 به دنیا آمده و 1313 اعدام شده در زمان رضا شاه. من خودم خیلی هیجان زدم، اصلا فکر نمی‌کردم تو پرونده های قدیمی حالا قاتل سریالی ها اینقدر پرشور و هیجان انگیز کارشو انجام داده باشه و اینقدر پیچیده باشه یه پرونده قتل. پس با من همراه باشید. بالای 40 تجاوز، 33 قتل تو پرونده این قاتله تو طول حدود 40 سال. چرا اول ویدیو گفتم میراث پدر و پدر بزرگ این آدم قتل بوده؟ چون جلوتر متوجه میشید. خب اصغر زاده 1272 شهر بروجرده، یه خانواده بسیار بدنامی تو تاریخ ایران داشته که به راهزنی معروف بودن. 2 برادر و یه خواهر کوچیکتر از خودش داشته که یه جای زندگیشون به عراق مهاجرت میکنن که الان براتون توضیح میدم. اول شروع میکنیم از پدر بزرگ اصغر. پدر بزرگ اصغر اسمش دولفلی بوده که تو بروجرد و عراق و ملایر به چپاول یا همون غارت کاروانهای مسافرها خیلی معروف بوده، یعنی تو کل زندگیش و حالا به قول معروف شغلش این بوده که راهزنی میکرده، قتل میکرده و چپاول میکرده. حالا این داستان پدر و پدر بزرگش برای قبل رضا شاه میشن و خانواده اصغر به راهزنی و قتل تو کل ایران معروف بودن. پدر اصغر اسمش علی میرزا بوده که تو زبان خودش خیلی بدنام بوده تو لحاظ کشوری، حتی نه فقط لحاظ منطقه‌ای. 40 تا قتل تو پروندهش داشته، تحت تعقیب بوده که حالا به علت همین 40 تا قتلی که تو روال راهزنی خودش انجام میداده از کاروان‌ها و آبرایی که از اون مسیر رد می‌شدن، از ایران فرار میکنه و به بغداد مهاجرت میکنه. پدر بزرگ اصغر شما تو ذهنتون داشته باشید که انگار مثل یه بیشو و شغلی این جنایت ها از پدر بزرگ به پدر، از پدر به پسر انتقال پیدا کرد. اصغر سن کمی داشته که حالا پدرش کشته میشه و حالا چیزی که مادرش همیشه به اصغر گفته بوده که بابات یک سرباز بوده و تو حالا یکی از جنگا کشته میشه و به بهونه زیارت کربلا این خانواده رو مادره از ایران به عراق میبره. حالا یه سری روایت هست که پدره رو قزاقا همونجا کشتن و همین جرم تو ایران، یه سری هم نه. یعنی خب به علت تحت تعقیب بودنش به عراق مونده و تو عراق حالا کشته شده. خب شما تا اینجا یه خانواده‌ای دارید که تو کل تاریخ جدی و پدری و پدر بزرگیشون درگیر جرم و جنایت و دزدی و راهزنی و قتل بودن و انگار مثل یه فرهنگ توی خانواده جا افتاده بوده و به عنوان یه شغل بیشه تو همین پدر پسری جابجا میشد و ادامه میدادن شغل کثیف پدرانشون رو. شما یه همچین خانواده‌ای فرض کنید یه مادر دیگه میخواد این خانواده رو از این جو بکشی بیرون، ورش میداره میرشون یه کشور دیگه به اسم عراق. علی اصغر بزرگ میشه، میرسه به سن 9 سالگی. خب اون تایم هم که مثلا الان نبوده که مثلا بچه بره توی روال درس و حالا مثلا حالا بگیم از لحاظ اجتماعی و نمیدونم مالی و چیزهای دیگه بگیم مثلا بچه تو فشار بوده، نه، از همون اوایل کودکیشون شروع میکردن به کار کردن، همونجوری که اصغر شروع کرد به فروش تنقلات و حالا بامیه و چیزهای دیگه، شیرینی و حالا چیزهای دیگه. بساط داشته، گوشه خیابون بساط میکرده، بامیه میفروخته، آجیل میفروخته، شیرینی میفروخته و تو 9 سالگی شاید باورتون نشه دست میزنه به اولین تجاوز. اولین تجاوزی که این بچه تو 9 سالگیش انجام میده، خب دولت وقت عراق خب دستگیرش میکنن و محاکمه‌اش میکنن که به رضایت والدین حالا اون بچه که بهش تجاوز شده بوده ختم میشه و اصغر آزاد میشه. و همین روال ادامه میده که دفعه بعدی که دولت عراق دستگیرش میکنه به تجاوز به 5 کودک محاکمه میشه. یعنی شما فکر کن یه بچه 9 ساله
یه کاری انجام میده، رضایت میده، میاد بیرون، بعد میره چند سال بعد میگذره میرسه به 13 سالگی و 5 تجاوز انجام میده. حالا خدا میدونه که این بین انجام شده بوده یا نشده بوده. به جرم 5 تجاوز دستگیر میشه و 9 سال زندان میفته تو همون سن 13 سالگی. 22 سالگی که از زندان میاد بیرون، با یه شاگرد نجاری شروع میکنه باز روال تجاوزهای خودش رو ادامه میده. یعنی شما فکر کنید این آدم از 9 سالگی دیگه جنایت رو شروع کرده، مثلا یه قاتل زنجیره‌ای که اصلا از به قول معروف آکادمیک بزرگ شده تو این زمینه و خیلی بد و خیلی ترسناک. اصلا شما اصلا همچین آدمی فقط فکر کنم میتونید تو فیلم ها تصور بکنید یا شخصیت های خیالی. با یه شاگرد نجاری دست میزنه به یه سری جنایات، 2-3 بار نزدیک بوده که دستگیر بشه، با خودش به این نتیجه میرسه، میگه آقا من چرا باید تجاوز بکنم، دستگیر بشم، بیفتم زندان، تجاوز بکنم بکشمش. میاد یه طراحی میکنه این روال نقشه خودشو، به چه نتیجه میرسه؟ میگه آقا بیا من به جای اینکه به قول معروف سریع به یار تجاوز کنم حالا یا ولش کنم یا کار دیگه ای، من باش دوست بشم. چیکار میکرده؟ میرفته نزدیک مکتب خونه ها، نزدیک مسجدا، با بچهای کم سن و سال باشون دوست میشده، در قالب آجیل دادن بهشون، در قالب بامی دادن، در قالب شیرینی دادن بهشون و باهاشون دوست میشده و یه مدت باهاشون دوستی میکرده، بهشون محبت میکرده، اینا رو میبرده خارج از شهر، تجاوز بهشون میکرده و سرشون رو میبریده. و حالا به قول گفته شرطه های همون زمان که دیگه اسم بازپرس رو نمیاریم، یک جوری تمیز به قول معروف مصلح میکرده این بنده خدا رو که هیچ رد و اثری ازش نمیمونده. حالا من خودم فکر میکردم اون زمان اصلا تکنولوژی نبوده، علمی نبوده، در صورتی که نه، اون زمانم کارگاه خبره خودشون تو زمینه قتل وجود داشتن، اگه نبودن که اصلا دستگیر نمیشده هیچ وقت. که این کارگاه اون زمان اصلا گفتن اصلا ما نمیتونیم، یه جوری تمیز داره این کار رو انجام میده و این جنایت رو انجام میده، ما نمیتونیم پیدا کنیم. مکان به قتل میرسوده همه رو همونجا ول میکرده. حالا توی کوره، مثلا توی کوره آجرپزی بوده، توی خرابه‌ای بوده، تو بیابون، همش توی مکان بودن همه. یعنی مثلا حتی موقعی که پلیسا جنازه رو پیدا میکنن یا شرطا جنازه رو پیدا میکنن، 7 تا 10 تا جسد دیگه یا سر دیگه اونجا بوده. اصغر اولین قتل خودش رو به این صورت انجام میده، یه بچه حالا میرفته مسجد میومده، با به قول معروف بامیه و آجیل باش دوست میشه، تو خود بیابونای بغداد بهش تجاوز میکنه و سرش رو میبره و دفنش میکنه، جنازه‌ش رو سرش هم ول میکنه تو بیابون. همینجوری داشته از این کار لذت میبرده، یعنی دومی، سومین قتل، چهارمین قتل، پنجمین قتل. حالا مثل قاتل دیگه ای من نمیتونم آدم مثال بزنم، ولی خب یه کاسبی بوده که دیگه تو محل یه آدم عادی میشناختنش و کمتر کسی شک میکرده که یه مظنون اصلی میتونه این اصغر قاتل باشه و لذت میبرده از این موضوع. قتلای خودش رو میرسونه به 24 تجاوز و قتل. حالا طبق گفته های خودش، خب به نظر من اصغر قاتل یه بیشتر یه آدم روانی بوده، چون اصلا شما برید متنای بازجویاشو بخونید، فقط یه جمله میگه من کسایی رو کشتم که لیاقت زندگی کردن نداشتن و حتی موقعی که میخوان ادامش کنن به رضا شاه اینجوری میگه که من خیلی دوست دارم من دارم بزنم، چون دوست دارم تا آخرین لحظه زندگیم همه زیر پام باشن، من بالای همه باشم. که میگه رضا خان دستور میده یه سنگ هم به پاش ببندن هم اندازه سرش بیارنش بالا که حالا به قول معروف عمودی اعدام نشه. حالا اون چیزی هم که متعال تو عکس‌ها داریم اینورم زدم، اینجا اتفاق نیفتاده، حالا تو معمولی اعدامش کردن. شما بکن یه قاتلی رو داری که همه رو تو جهان، همه رو تو محل زندگیش از خودش کمتر میبینه، همه رو بی‌ارزش میبینه و لیاقت مرگ رو تو اونا میبینه. یعنی میگه که این لیاقت زندگی کردن نداره، من فقط باید زندگی بکنم. همون چیزی که از پدر و پدر بزرگش بهش رسید، یعنی جنایت، قتل و خودگرایی کامل. یعنی میگه من خودم باید سیر باشم، خودم باید لذت ببرم، مثلا هر کس دیگه‌ای هم تو این جهان بود باید فدای من بشه تا من از زندگیم لذت ببرم. 24 تجاوز و قتل و مصلح کردن اون جنازه ها رو انجام میده، تیکه تیکه میکنه، سرشون رو جدا میکنه و میرسه به 25.
میگه 25مین قتلی که داشتم انجام میدادم توی که از همین خرابه‌های اطراف بغداد، وقتی داشتم سر اون بچه رو جدا میکردم یه بچه دیگه این موضوع رو دید و فرار کرد. حالا صورت بچه اونقدر زیاد بود اینم در حال انجام اون اعمال حیوانیش بوده، این نمیتونسته که مثلا یا اون ول کنه جسد و بره دنبال اون دیگه، میمونه میترسه و فرار میکنه به ایران. یعنی چند روز تو راه بوده که فرار میکنه میرسه به ایران و میاد تهران. حالا یه روایت دیگه هست که خیلی هم ضعیفه که میگن تو اصلا تو خود بازار تهران به دنیا اومده. حالا خیلی ضعیف، من به خاطر این فقط گفتم که شما در جریان باشید که اگه جای خاصی دربارش صحبت شنیدید به شک نیفتید. فرار میکنه میاد تهران، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار نه انگار که یکی که 25 تا قتل انجام داده، بالای 50 تا تجاوز انجام داده، میاد به همون حرفه آجیل بامیه فروشیش ادامه میده، همون جور در بغل مسجد، بغل مکتب خونه، کوچه پس کوچه به آجیل و بامیه فروختن ادامه میده که باز همون هوس حیوانی عراقش میاد سراغش. یه بچه که از مکتب داشت میرفته خونه رو با آجیل بامیه باش دوست میشه و اونو گول میزنه و میبرتش اطراف بیابونای امین آباد حالا شهر ری، مسلش میکنه. دومین نفر رو اطراف بازار، یکی رو تو پارک لاله که الان پارک لاله تهرانه اونجا به قتل میرسونه و سرش رو میبره و همین منوال قتل کودکان اون به 8 عدد میرسه. یعنی در مجموع ما یه قاتل سریالی بین المللی ایرانی رو داریم که 33 قتل تو پروندهشه و مثل یه حیوان وحشی تو ایران داره میچرخه، حتی یکی از قتل اون به اصفهان هم میرسه. یعنی خیلی آدمی بوده که اصلا جا و مکان براش معنی نداشت. تو زمان خودش یعنی که میشه 1310 تا 1213 دیگه کل ایران و عراق جبهه شده بودن تا اینو پیدا بکنن، ولی هیچ علائم اون موقع هم خب هیچ پورتر و عکسی ازش نبوده که آقا برای مثال این آدم این شخصیت فقط یه چوپانی دیده بوده که آقا از یه خرابه یه مرد میان سالی با مثلا قد و هیبتی که به شورتا گفته بوده از اینجا داره میاد بیرون، من دیگه ندیدمش. بعد که حالا چوپانه میره تو اون خرابه و میبینه اصلا یه عالمه سر و جسد زیادی هست که به روستایی‌ها خبر میده و روستایی حالا به مأمورا. خب الان شاید چیزی که تو ذهن شما ساخته شده باشه اینه که خب الان خب این آدم به این درصد از حرفه‌ای بودن که اصلا نه براش نقل مکان مهم بوده نه براش جا مکان مهم بوده و یه شیوه امضای قتلی داشته برای خودش همیشه انجام میداده، چجوری دستگیر شده؟ کارگاه وقت ایران اون موقع خب یه سری چیزا داشتن دیگه، از جمله اینکه این آدم ترددش تو این مکان‌های به قول معروف پاتوق قتلش تو اینجور جاهای مثلا خرابه های تو کلا 3-4 تا خرابه این اجساد با این نشونه ها پیدا شدن. یک سری مامورا رو تو قالب چاهگن استخدام میکنن، همون کارگاه اون وقت تو این مکانا کار میذارن که اینا چاهگن حواسشون باشه، مامورای امنیتی خود اون زمان، که میبینن که تو یکی از تایم های نصف شب یک آدم داره میره سمت این خرابه ها با یه دونه حلبی خیلی بزرگی که رو زمین داشته میکشیده با یه دونه گونی که رو شونش بوده. دقیقای اولین حالا مامورایی که تو قالب چاک بودن بهش شک نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنن که خب این هم یه آدم عادیه که حالا داره از اینجا رد میشه و میره سمت دهش و چیز دیگه. وقتی میبینن این داره بر میگرده، یعنی فکر کن شما رفته اونجا 1 ساعت تو اون مکان، خب سر تا سر اون راههایی که حس میکردن قاتل اونجا وجود داره مأمور وجود داشته و حس میکردن که خب این آدم داره سمت یکی این دهایی که نزدیک اون مکانه. میبینن این آدم مثلا حوالی ساعت 10 شب داره میره سمت ده، ساعت 11 داره برمیگرده سمت شهر، دستگیرش میکنن، جلوشو میگیرن و بهش میگن که مثلا حرفه تو چاره چیکار میکنی؟ میگه آره من بامیه فروشم، رفته بودم بامیه از ده بردارم برم شهر و اینا. بهش میگن خب ببینیم، حلبشو باز میکنه پر بامیه و اینا بوده، ولی خب وقتی که میگن این گونی هم بنداز ببینیم مخالفت میکنه، میگه که آقا اینا خراب میشه باز بشه میریز و چیزا دیگه. حالا بعد دیگه چاه کنایی که جلوش گرفتن میگن که ما مأموریم و اونجا اصغر قاتل بعد از 20-30 سال دیگه رنگ به رخسار میبازه. موقعی که گونیا میذاره زمین ابزارهای
موقعی که گونیو میذاره زمین، ابزاری که باش قتل میکرده تو همون گونیه بوده، یعنی همون چاقوها و حالا قمهای خونی تو اونجا بوده و حالا دستگیرش میکنن میبرنش. که حالا من عکس سلول انفرادی که توشم بوده رو براتون تو ویدیو میذارم. و اصغر به 33 فقره قتل خودش اعتراف میکنه. در کمال ناباوری از هیچ کدوم از قتل خودش پشیمون نبوده، افتخار درباره قتلاش صحبت میکرده و کاملا هم آماده مرگ بوده. و حتی این آدم برای قتل خودش هم سناریو چینده بوده، یعنی اعدام خودش و چوبه دار رو برای خودش یه هدفی میدیده که قرار ازش لذت ببره. همونجور که تو ویدیو بهتون گفتم، میگفته من آره منتظر بودم که برم همه مردم بیان زیر پام و اون بلندی و بالا مرتبگی رو یه بار دیگه حس بکنم. و هر کسی رو کشتم برام مثل یه حیوان بوده و حالا چیزای دیگه ای. که اصغر قاتل رو کرد اولین قاتل سریالی تاریخ ایران که تو زمان خودش خیلی ترسناک بوده. یعنی شما فکر کنید اگه رسانه‌ای مثل الان تو اون تاریخ بوده، چقدر میتونسته رعب و وحشت ایجاد بکنه تو کشور، حالا چه تو کشور همسایه مثل عراق، و چقدر میتونه یه آدم بی صفت باشه، چقدر میتونه تربیت یه خانواده ترسناک باشه و همچین حیوانی رو به جون بچه‌ها و آدمای بیگناه کشور یا یه خانواده بندازه. شما فکر کنید 33 نفر قتل، یعنی 33 تا نسل، 33 تا خانواده، و جلوی چقدر از افزایش نسل و حالا خانواده ها رو گرفته تو این کشورها و فرصت زندگی کردن از چند صد نفر آدم گرفته. حتی میتونم بگم چون 1313 دیگه فکر کنم جدای ما بشن، مثلا یا پدر بزرگای ما بشن تو اون تایمی که اصلا قاتل تازه به اعدام آویخته شده. تو اون تایمی که تازه اصغر قاتل اعدام شده، شاید مثلا پدر بزرگای ما به دنیا اومدن باز 7 10 سال بعدش. شما فکر کن سال 1272 دیگه میشه جدای ما، بالای 2 3 نسل حتی میتونم بگم نابود کرده این آدم. خیلی پرونده عجیب غریب بود. یعنی من تو فکر کنم ویدیو اول دوم یا سومی بود که قولش رو بهتون دادم برم سراغ قاتل سریاله خیلی قدیمی و اصلا فکر نمی‌کردم بخورم به همچین پرونده هایی که مغزم واقعا سود بکشه. حالا چیزی که روانشناسا و حالا بازپرسای پرونده نداشته که درباره‌اش صحبت بکنم، حالا چیزی که برداشت شخصی خودمه، حالا همونجوری که اول ویدیو بهتون گفتم، خونواده اصغر قاتل فکر کنم اولین و آخرین دلیل به وجود آمدن همچین حیوانی شدن. همونجوری که پدر بزرگش بوده، همونجوری که پدر، هم انگار مثلا به صورت نسلی این ارث بهشون میرسیده این موضوع. و امیدوارم که نسل همچین آدمایی همون تایم دیگه تموم شده باشه و نسل آدم دیگه همچین چیزی حداقل باقی نمونده باشه. خیلی هیجان زده بودم سرش که بیام براتون تعریفش بکنم، با هم تحلیل بررسیش بکنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. اگه باز دوست دارید بریم تو اون دهه قدیمی ترش نیست، اولین قاتل سریالی که ثبت شده همین اصغر قاتل بود که همون برای سال 1272 به بعد دارم همه رو. اگه دوست داشتید تو همون دهه باز براتون از قاتل‌های سریالی، نحوهای دستگیریشون و حالا چیزهای دیگه توضیح بدم، پایین بنویسید قطعا برام. ما رو به دوستاتون معرفی کنید و بهم یه عالمه انرژی بدید. پس تا برنامه بعد، پیس اوت.